بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان که از کنج استان خراسان جمع شدید داخل میدان سبز تا یک از برنامه خود رو رونمایی کنید. و در مرحله دوم تقدیر و تشکر میکنم از جمهوری اسلامی ایران، از نظام جمهوری اسلامی ایران، از ادارات اتباع جمهوری اسلامی ایران، از وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران که تا زمینه رو مساعد کردن جوانای ما ورزش کنن، رشد کنن و توانایی که دارن به نمایش بگذارن. خب وقت زیق از صحبتم زیاد، من تبریک بگم به تیم قهرمان، به تیم نایب قهرمان، به تیم سومی و مسئولینی که زحمت کشیدن از اول کار، زحمت کشیدن تا این امروز ماه اصلی برنامه سه تا تیم مشخص بشه. ورزش مهاجرین افغانستانی داخل جمهوری اسلامی ایران صاحب شناسنامه شدند. شناسنامه از نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگی فدراسیون فوتبال افغانستان در ایران. این دو تا نمایندگی مچ شدن. اون چیزی که در تمام سوق دادن ورزش کنید، از طریق ورزش به هموطنان خود و به کشور خود خدمت کنید. زنده و سربلند باشید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم به همه شما. یک سلامت محمدی. عزیزان ورزشکار، طوری که مطلع هستید این جام با وحدت و همبستگی از روز اول شروع شد، طوری که برادران ایرانی و افغانی در کنار هم اهل تسنن و اهل تشیع، پشتون و تاجیک و هزاره و ترکمن و غیره حتی مقرران